امروز اومدیم بریم یه ویدیو دیگه از ماینکرافت. امروز اومدیم توی این ویدیو بهتون آموزش بدیم که چجوری توی ماینکرافت سوروایوال صندلی درست کنید. این مدل صندلی دوتا مدل داره. حالا این اولین مدلیشه که بهتون نشون میدم. 3 تا کمپفایر رو اینجوری میذارید کنار هم، با بیل میزنین روشون، خاموششون میکنین. یه ساین میزنین اینجا چیزی میزنین، یه دونه هم میزنیم اینجا. بعد تراکتورا رو اینجوری میذاریم و این از صندلی ما. اگه خوشت اومد این خیلی خوبه. حالا اون یکی مدل هم بهتون میگم. بچه ها مدل دوم اینجوریه. حالا پله نیاز داره دیگه از این استیرزا. این 3 تا از این ور دارین. حالا 3 تا هر چقدر دوست داشتین. من 3 تا ور میدارم. اینجوری ور میدارید، میچسبونید به هم، بعد میچسبونید یه دونه اینجا، بعد دوباره میاد یه ساینم میزنید. اینجا نه، اشتباه شد. بده من ساینو. خب ساینو ور میگیرید اینجا میزنید. اینم از این. بچه یه مدل دیگه داره، فقط این مدل نیست. من برم وسایلشو بردارم بهتون نشون بدم. بچه مدل سوم میاید. اینو باید فکر من دیگه نمیتونستم تو سوروایوال بسازم، اومدم تو کریتیو بسازمش. 3 تا بلاک میریم بالا، بعد اینجا یه بلاک میذاریم، اینجا رو میذاریم اینجا. تو بدراک باید اینجوری ساختش. بعد اینو میذاریم، یه ریل میذاریم اینجا، اینو میبندیم اینجوری میکنیم، اینو میذاریم توش. بعد حالا میتونیم گوشاش هم تزیین کنید. من تزیین نکردم، داشتم خود کردم. حالا از اول میسازم. 3 تا میریم بالا اینجوری. خب این زده رفتیم بالا، وسطش میذارید، یه ری میذارید، اینو میذاریم. بعد کل اینا رو میکنیم و اگه بخواید کنم آها بچه ها مدلیشه که مثلا بی‌تربیت یه جا بایستن. اینو گذاشتید میتونید بیاید از این پله ها برداریم. اگه اینجوری بشینین بزنین روش. حالا تو قبل اینکه بذارید میشه. وایسید من بهتون نشون بدم. خب بچه اینجوریش میکنید، بعد اینو میکنید. اشتباه شد. فکر کنم توی ماینکرافت جاوا بشینه. والا شما میتونید بازم بشینید توی این، ولی تو حالت عادی بخواید بذارید، من نگاه کنید من هر چقدر کلیک میکنم نمیذاره. ولی اگه مثلا اینجا اینو بذارید، بعد اینو بذارید، بعد اینو بذارید، بعد زیرشو بکنید، میشه. اینو سوار شد و خیلی راحت میتونید اینجا خودتون رو گیر بندازید. و مثلا میخواید دوستتون رو اسکول کنید هم میشه. مثلا باید یه پیستون کاری کنید که من خیلی تو کار پیستون خوب نیستم. اگه دوست داشتی، اگه این ویدیو رو دوست داشتی و از این آموزش رو دوست دارید، حتما توی کامنت ها بنویسید و من از این آموزش ها زیاد میذارم. و بچه ها خیلی مثلا اگه بخواید اینا بشینید، روی این بخوای بشینی یا مودی چیزی میخواد، ولی من تو ماینکرافت بدراک که مودش رو بلد نیستم بریزم، اینجوری میشینم. حالا بیشترش با این ریلند ماینکارت انجام میدم. اگه از این ویدیو خوشت میاد لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا یه ویدیو دیگه، بای بای.